نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران مشاعر مقدس بیت الله الحرام کعبه مکرمه. در ادامه بررسی آیات مرتبط به موضوع حج در کلام الله مجید و نگاهی گذرا بر آیات سوره مبارکه حج همراه شما عزیزان هستیم با گلچینی از آیات این سوره مبارکه و مروری بر ترجمه معانی این آیات. در سوره مبارکه حج الله متعال آغاز سخنش در این سوره با یادآوری روز قیامت هست و بعد از اون دوباره برانگیخته شدن در دنیای دیگر، درباره منکرین معاد و دوباره برانگیخته شدن صحبت کرد و درباره کسانی که به شرک مبتلا هستند نیز الله متعال سخن گفت. کسانی که در تعامل با قیامت و در تعامل با آنچه که اتفاق خواهد افتاد در دنیا راه به بیراهه بردن، یک عده منکر شدن، یک عده دیگه هم که الله متعال رو قبول کردن اما با او شرک آوردن. هر دوی اینها در قیامت از جمله زیان دیدگان هستند. این آیات در ابتدای سوره مبارکه حج اشاره به این داشت که حج انسان رو باید بیاد قیامت بیاندازه و بیاد دوباره برانگیخته شدن و اشاره به این داشت که حج باید درس و تمرینی باشه برای دوری از شرک و دوری از کفر و درسی باشه برای توحید و یکتاپرستی. اون چیزی که در آیه 18 به صراحت به اون اشاره شد و الله متعال فرمود هر آن چیزی که در آسمان ها و زمینه، ماه و خورشید، کوه و درخت و تمام ذره ذره عالم تسبیح و سجده الله متعال مشغولن. اون تسبیح و سجده که ما خبر نداریم. در ادامه الله متعال با اشاره به سرنوشت و پایان این دو گروه موحدین و مخالفین اونها و عذاب و نعمتی که به این دو گروه میرسه به موضوع خانه کعبه اشاره فرمود. اولین خانه ای که برای عبادت انسان ها در روی زمین بنا شده است. بعد از اینکه الله متعال درباره مسجد الحرام سخن گفت که او رو برای همه مقیمین مکه و غیر مقیمین مکه، کسانی که از سرزمین های دیگه میان، یکسان قرار داده و وعده عذاب داد برای کسانی که مردم رو منع میکنن از ورود به مسجد الحرام، از حج، از عمره و کسانی که به نیت ضربه زدن و گناه و انجام الحاد و ناامنی در مسجد الحرام نقشه میکشن و نیت‌های شومی دارن، اونها رو وعده به عذاب دردناکی داد. اشاره کرد به تاریخ تجدید بنای کعبه به دست ابراهیم علیه السلام. همچنین این موضوع ادامه پیدا کرد با آنچه که ابراهیم علیه السلام در دعوت مردم به حج اعلام فرمود که وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. الله متعال فرمود که ای ابراهیم ندا بده مردم رو برای آمدن به حج. میان، پای پیاده میان. مردم بر سواری هایی که لاغر شدن از شدت سفر و راه و خستگی سفر میان به سمت
این مکان مقدس ترین مکان روی زمین میان و از هر راه دور و نزدیکی خودشون رو میرسونن، میان اینجا تا منفعت ها به دست بیارن. درباره منفعت ها صحبت کردیم و همچنین الله متعال اشاره فرمود به بخش پایانی مراسم حج، آیاتی که تکمله احکام 196 به بعد از آیه سوره مبارکه، آیه 196 به بعد از سوره مبارکه بقره هست. درباره روزهای عید و درباره ایام تشریق صحبت فرمود الله متعال و اینکه بعد از فراغت از عبادت چه باید بکنن. درباره قربانی در سوره مبارکه حج صحبت میشه، درباره آنچه که الله متعال او رو یکی از مشاعر و یکی از شعائر الله متعال قرار داده در ایام حج، قربانی کردن. در آیه 36 الله متعال این گونه میفرماید که والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر. والبدن، بدن به شتر اطلاق میشه، شتری که چاق و فربه است و الله متعال قرار میده، الله متعال میفرماید من در این شتر قرار دادم برای شما یک عبادتی، من این شتر رو یک وسیله عبادتی قرار دادم، یکی از شعائر حج قرار دادم، قربانی کردن اینها رو. چون که در سرزمین حجاز شتر بیشتر یافت میشد و الان هم که قربانی انجام میگیره، گوسفندهایی که اونجا هست غالبا این گوسفندها رو غالبا از سرزمین های دیگه میارن به سمت مکه مکرمه و حیواناتی که در مکه مکرمه زندگی میکنن غالبا در سرزمین حجاز بیشتر شتر تربیت میشه، چون با این آب و هوا سازگارتر است. موضوع در این آیه بحث قربانی است. الله متعال میفرماید که قربانی از شعائر الله تعالی است، قربانی از اون عبادت هایی که فقط باید برای الله تعالی انجام میگیره. فذکر اسم الله، شما اسم الله تعالی رو بر اینها بگیرید، بر قربانی ها بگیرید. فذکر اسم الله علیها صواف، اسم الله تعالی رو وقتی که اینها ایستادن شترها بر اونها بگیرید. و چون میدونیم که شتر رو وقتی که قربانی میکنن، شتر رو مثل گوسفند و بز و حتی گاو نمیخوابونن به زمین قربانی بکنن، شتر به صورت ایستاده میان و گردنش رو با چاقوی کاردی با به هر حال وسیله‌ای که تیز باشه میان و اون رو میبرن و این خون به شدت میریزه و انقدر این خون میریزه تا بیحال میشه حیوان و میفته و بعد از اون وقتی که افتاد دیگه شروع میکنن به بریدن سرش و تکمیل کردن موضوع قربانی و ذبحش. الله تعالی میفهمد نام الله تعالی رو ببرید. فذکر اسم الله علیها صواف، وقتی که صاف ایستاده نام الله تعالی رو ببرید. قربانی از شعائر الله تعالی است. وقتی که حیوانی برای ذبح میشه و قربانی میشه و خونش ریخته میشه، قربان کردن حیوان فقط باید برای الله تعالی باشه. این نذری است که خاص برای الله تعالی است، این از شعائر الله تعالی است. باید نام الله تعالی بر او گرفته بشه، فقط نام الله تعالی باید گرفته بشه. قربانی نباید به نام غیر الله تعالی ذبح بشه، نباید نام این و اون و اون گرفته بشه، نباید بگیم نذر فلانی و فلانی و فلانی، نباید قربانی نذر فلان امام و فلان پیغمبر و فلان بزرگ و فلان ولی بشه، نباید قربانی جلوی پای حاجی که برمیگرده از حج کشته بشه، نباید قربانی جلوی پای عروس و داماد و شب ازدواج و جلوی پای ماشینی که تازه خریده شده، جلوی پای مسافری که از سفر برمیگرده ریخته بشه خونش. خیلی جاها متاسفانه این اتفاق میفته. آقا جلوی پای فلانی خون بریزید، جلوی پای حاجی خون بریزید. حاجی که رفته به حج و عبادت میکنه و رفته که اونجا توحید رو یاد بگیره و رفته اونجا که یاد بگیره که این قربانی ولبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اون بدن و اون قربانی و اون عبادتی که فقط باید به خاطر الله تعالی باشه، اون خونی که فقط به خاطر الله تعالی باید ریخته بشه. عجیبه که وقتی برمیگرده در بعضی از مناطق جلوی پای حاجی میگن خون بریزیم، جلوی پای عروس خون بریزیم، جلوی پای فلان بزرگ خون بریزیم، جلوی پای فلانی خون بریزیم. این خون ریختن هدفش چیه؟ ریختن خون حیوان، ریختن خون یک موجودی که زنده است، جز در راه الله تعالی هرگز جایز نیست. حالا این خون به عنوان قربانی یک حیوان و عبادت قربانی ریخته بشه یا انسانی در راه الله تعالی کشته میشه، کافری رو در جهاد
خونش ریخته میشه یا کسی قصاص میشه به خاطر قتلی که کرده، به خاطر اجرای حدود الله تعالی خونش ریخته میشه. خون یک موجود زنده، چرا که این موجودات همه جانشون مال الله تعالی است، فقط در راه الله تعالی و جایی که الله تعالی اجازه داده باید ریخته بشه. خون نباید در غیر الله تعالی ریخته بشه. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. این قربانی رو الله تعالی میفهمد من از شعائر الله تعالی، از عبادت ها و مناسکی که خاص الله تعالی است قرار دادم. لکم فیها خیر، در اینها برای شما خیر هست. فذکروا اسم الله علیها صواف، نام الله تعالی رو بر اینها بگیرید، نگید به نام فلان، نگید به نام فلان. بعضی میگن آقا ما هدفمون از قربانی کردن جلوی پای حاجی یا عروس یا مسافری که میاد یا فلان بزرگ پذیرایی از میهمان هاست. اگه هدفتون اینه، چرا اصرار دارید که جلوی پاش کشته بشه؟ چرا اصرار دارید که خون بعد جلوی پاش، اون وایست جلوی پاش سر ببرید؟ برید یه گوشه دیگه ای سر ببرید، برید گوشه دیگه ذبحش کنید. چرا به خاطر فلان قبر و فلان بارگاه و فلان آقا و فلان بزرگ و فلان آستان و فلان امامزاده و فلان آقازاده بعد قربانی بشه؟ فذکروا اسم الله علیها، فقط نام الله تعالی رو باید بر قربانی بگیرید. قربانی مال الله تعالی است، نذر و نیاز فقط مال الله تعالی است. اینها رو فقط برای الله تعالی قربان بکنید، به شکرانه نعمتی که الله تعالی به شما داد در حج و این فرصتی که در حج پیدا کردید. فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، وقتی که به پهلو افتاد این حیوان و اون رو کاملا ذبح کردید، فکلوا منها، از اون بخورید. الان میتونید، اشکالی نداره که شما از این قربانی از گوشتش استفاده بکنید، از پوستش استفاده بکنید، اما موضوع اینه که شما نام الله تعالی رو باید برای این بگیرید. فقط به نام الله تعالی، به اسم الله تعالی قربانی باید ذبح بشه. گوسفند باید نام الله تعالی گرفته بشه براش وقتی که ذبح میشه، گاو همینطور، شتر همینطور، بز همینطور، حتی مرغی وقتی که قربانی میشه نام الله تعالی فقط باید براش گرفته بشه، به نام الله باید گفته بشه، بسم الله باید کشته بشه، فقط به نیت الله تعالی، نه به خاطر تقرب به غیر الله تعالی، نه به خاطر اینکه فلانی و فلانی و فلانی از من راضی بشن. الله متعال میفهمد فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، و شما وقتی که قربانی کردید خودتون هم از اون بخورید و به کسانی بدید که فقیرن، قانعن، دست دراز نمیکنن، و همچنین به فقیرانی که دست دراز میکنن به اینها هم بدید. فراموش نکنید که قربانی مال اونها هم هست، اونها رو هم شریک کنید در این کار، اونها رو هم در این گوشت سهیم کنید با خودتون. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. این گونه الله تعالی میفهمد برای شما ما مسخر کنیم این حیوانات رو تا از اونها استفاده بکنید، تا برای الله تعالی شکرگزار باشید، تا نعمت الله تعالی رو شکرگزاری کنید. حکمت قربانی در حج و تاریخ قربانی در حج برمیگرده به فداکاری، برمیگرده به فدا کردن. حاجی در حج با قربان کردن یاد میگیره که انسان باید خیلی چیزها رو قربان بکنه برای الله تعالی. تاریخچه اون رو اگر بیاره که وقتی ابراهیم علیه السلام در کهنسالی، وقتی که الله تعالی به او فرزندی داد و اون فرزند نامش اسماعیل قرار گرفت و الله تعالی اسماعیل علیه السلام رو هدیه داد به ابراهیم، و ابراهیم علیه السلام وقتی که اسماعیل بزرگ شده و رشد کرده، الله متعال در سوره مبارکه صافات آیات 100 به بعد، از آیه 102 به بعد، وقتی که داستان ابراهیم علیه السلام در سوره صافات شروع میکنه و از آیه 83 به بعد داستان شروع میشه از خود ابراهیم علیه السلام و زندگیش، در آیه 100 به بعد الله متعال به خود ابراهیم علیه السلام و فرزندش اشاره میکنه. میفرماید که در آیه 102 و 101 وقتی که ابراهیم علیه السلام از الله متعال خواست که برای او فرزندی بده، الله متعال میفرماید فبشرناه بغلام حلیم، من الله تعالی او رو بشارت دادم به فرزندی که حلیمه. این فرزند اسماعیل علیه السلام حلم داره. حلم صفت انسانهای بزرگه، انسانهایی که درک میکنن شرایط رو، واقع عمل رو میفهمن، میتونن صبور باشن. بچه نمیتونه حلیم باشه، نمیتونه صبور باشه، زود رنجه، زود از کوره در میره، زود عصبانی میشه. اما اسماعیل علیه السلام گرچه طفله، گرچه که در ایام ابتدایی عمرش قرار داره، از همون ابتدا حلیمه، از همون ابتدا صبوره. چرا صبور نباشه که شیر هاجر رو خورده؟ چرا صبور نباشه که پدرش ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه رشد کرده؟ کسیه که پدر و مادرش ابراهیم و هاجرن، بزرگان تاریخ توحید.
اسماعیل علیه السلام رو وقتی که الله متعال میفرماید فلما بلغ معه السعی قال، وقتی که ابراهیم علیه السلام به همراه پدر خودش تلاش میکرد، نوجوان شده بود، حرکت میکرد، پدرش ابراهیم علیه السلام بهش گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای پسرم، پسر عزیزم، عزیز من، جگر من، تیکه قلب من، یا بنی عزیزکم، من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، نظرت چیه؟ ابراهیم علیه السلام در خواب میبینه که پسرش رو قربانی میکنه. خواب انبیا وحیه، چرا که شیطان در خواب انبیا دخل و تصرفی نداره. وقتی که خوابی میبینن بهش وحی میشه. ابراهیم علیه السلام آزمایش های فراوانی رو پشت سر گذاشته، الان باز آزمایش سخت دیگه ای. الله متعال بهش فرزندی داده، نازنین، در سنی که هیچ امیدی به فرزندی نداشت، الان باید قربانی کنه. اون روزی که خودش به آتش افتاد خودش بود، الان باید خودش با دست خودش فرزند خودش رو قربانی کنه. عزیزترین سرمایه زندگیش رو به خاطر الله تعالی، برای رضایت الله تعالی، تا درس بده به من و شما، تا به ما یاد بده که برای رضایت الله تعالی، برای کسب رضایت الله تعالی، انسان باید بهترین های خودش رو قربانی بکنه. ابراهیم حاضر شد که فرزندش رو قربانی کنه. آیا ما و تو حاضر هستیم که استراحتمون رو قربان کنیم؟ آیا لذت های خودمون رو حاضریم که قربان کنیم؟ آیا حاضر هستیم که خواسته های خودمون رو به خاطر الله تعالی قربان کنیم یا نه؟ این درس قربانیه. این درسی که در حج، این درسی که در عید قربان، این درسی که از زندگی ابراهیم علیه السلام هر انسان مسلمانی باید بگیره. این درس ها فقط مال حجاج نیست، مال هر انسان مسلمانیه. در حج هر درسی که هست مال کل امته، دانشگاهی که مال همه مسلمان هست. ابراهیم علیه السلام به فرزندش میفرماید که من خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، نظر تو چیه؟ دوست نداره یک دفعه‌ای بیاد و فرزندش رو سر ببره یا قربانی بکنه و اون خبر نباشه، اون یک دفعه‌ای فکر بکنه که چرا بابا داره این کار با من انجام میده. نه، خبر میده بهش، ازش مشورت میخواد. در مقابل این فرزند حلیم میفرماید که قال، اسماعیل علیه السلام فرمود یا ابت فعل ما تؤمر، ای بابا جان اون چیزی که بهت امر شده انجام بده. نگفت که اون چیزی که میخوای انجام بده، اون چیزی که بهت امر شده، میدونه که از طرف الله تعالی است. این دستور هم رعایت میکنه حق پدری رو، ای بابا جان، هم رعایت میکنه حق الله متعال رو، آنچه که الله تعالی به تو امر کرده اون رو انجام بده. میدونه که این رضایت الله متعال رو به دنبال داره، میدونه که الله متعال این رو خواسته. الله متعالی که از پدرش به اون مهربانتره و رحیمتره. یا ابت فعل ما تؤمر. پدر وقتی که این جمله رو بشنوه، در ادامه قبل از اینکه پدر حرفی بزنه، بابا رو باز دلداری میده. این فرزند عظیم، این فرزند حلیم، این جد بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم و میفرماید ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، من رو به زودی شما اگر الله تعالی بخواد از صابرین خواهی یافت. حتی نمیگه من صبر میکنم، این رو نسبت میده به الله تعالی. اگر الله تعالی توفیق بده و من رو قابل بدونه، من صبر خواهم کرد. فلما اسلم و تله للجبین، وقتی که این دو نفر ابراهیم اسماعیل علیه السلام، وقتی که اینها راضی شدن که ذبح بشه اسماعیل علیه السلام و تن دادن به دستور الله تعالی، و تله للجبین، صورتش رو به خاک گذاشت. پدر اسماعیل علیه السلام رو به خاک می اندازه و صورت پسر رو به خاک میگذاره تا در اون لحظه آخر وقتی که قربانی میکنه فرزندش رو، اون عواطف پدری، اون احساس فرزندی، اون رابطه بین پدر و پسر اینها رو اذیت نکنه. این دستور باید اجرا بشه. صورت رو به خاک میگذاره تا نبینه صورت پسر رو، تا نبینه اون لحظه‌ای که درد میکشه. اسماعیل علیه السلام در هنگام قربان شدن و تله للجبین، الان چاقو رو میگیره و میکشه به گروی فرزند، اما چاقو نباید ببره. دستور الله تعالی است. اون لحظه‌ای که ابراهیم با آتش افتاد، آتش نباید میسوزوند، نباید آتش ابراهیم رو اذیت میکرد و الان چاقو حق نداره که گردن اسماعیل نازنین رو هدف قرار بده و ببره، چرا که از نسل این عزیز این قربانی باید رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین به دنیا بیاد. و نادیناه ای ابراهیم، و ما الله با عظمت میفرماید، من الله با عظمت ندا دادم اون رو که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خواب تو تعبیر کردی، دستوری که بهت رسیده بود رو انجام دادی. انک ذلک نجزی المحسنین، ما این گونه محسنین رو الله متعال میفهمد پاداش میدیم، جزا میدیم. ان هذا لهو البلاء المبین، این آزمایش بسیار آشکاری بود برای تو. و فدیناه بذبح عظیم، و الله متعال میفهمد به جای اسماعیل علیه السلام من برای
ابراهیم علیه السلام گوسفند و قربانی عظیمی فرستادم تا اون رو قربانی بکنه. گوسفندی آمد و به جای اسماعیل علیه السلام قربان شد. امروز هم در مراسم حج، امروز هم در تاریخ حج، امروز هم امت اسلامی قربانی میکنه به یاد اون تاریخ، به یاد اینکه انسان باید عزیزترین های خودش رو فدا بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرزند رو ما الان نمیتونیم قربانی بکنیم، اما اگر الله متعال از ما میخواست این کار رو بکنیم، آیا این کار رو میکردیم؟ ابراهیم علیه السلام این کار رو کرد. الله متعال خیلی کمتر از این رو از ما خواسته. الله متعال از ما میخواد ما در راه الله متعال اون چیزهایی که برای ما خواسته، اون عبادتهایی رو که خواسته انجام بدیم و اون منهیاتی رو که ما رو منع کرده از اون خودمون رو منع بکنیم. امروز ما هم فقط به خاطر الله تعالی قربانی میکنیم. در سوره مبارکه حج الله متعال در آیه 36 وقتی که فرمود قربانی از شعائر الله تعالی است، این قربانی یادآور اون تاریخه، این قربانی یادآور حکایت اسماعیل علیه السلام، این قربانی یادآور فداکاریه، این قربانی باید فقط به خاطر الله تعالی باشه، به خاطر نشان اثبات صداقت در ایمان در برابر الله تعالی. شایسته نیست این برای غیر الله تعالی استفاده بشه. این قربانی رو نباید برای غیر الله تعالی استفاده کرد. اینها شعائرن، اینها نمادن، اینها فقط باید برای الله تعالی باشه. الله متعال در ادامه در آیه 37 میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. به الله تعالی گوشت قربانی و خون قربانی نمیرسه. ولکن یناله التقوی منکم. اون چیزی که به الله متعال میرسه تقوای شماست. الله متعال از شما گوشت قربانی نمیخواد، الله تعالی از شما خون قربانی نمیخواد، الله تعالی از شما تقوا میخواد. الله متعال از شما اطاعت از اوامر میخواد، الله تعالی از شما دوری از گناهان رو میخواد. الله تعالی این یک تمرینه. الله تعالی میخواد که فقط او رو بپرستید، فقط به خاطر الله تعالی شما به وحدانیت و یگانگی او رو عبادت بکنید که معنای حقیقی تقوا است. الله متعال از شما میخواد که قربانی رو خاص برای او اختصاص بدید. الله تعالی میخواد شما تمام عبادت‌های جانی، مالی و زبانی خودتون رو فقط برای الله تعالی خاص کنید. الله متعال از شما میخواد که این قربانی ها رو، این عبادت ها رو، این نذر و نیاز رو برای غیر الله تعالی استفاده نکنید. الله تعالی نیازی نداره به این قربانی. الله تعالی نه به خونش نیازی داره، به این خون قربانی و نه به این گوشت قربانی. لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. اون چیزی که به الله تعالی میرسه از شما تقوای شماست، نیت های شماست. اگر قربانی هم بکنید اما نیتتون خالص نباشه، هیچ دستتون نمیاد. الله تعالی قبول نمیکنه شما رو. آقا فلانی خیلی بخشنده است، فلانی خیلی خیره، 10 تا گوسفند قربانی کرد، 1000 تا گوسفند قربانی کرد. اگه هدف شما این باشه که مردم از شما تعریف کنن، تعریف و تمجیدتون کنن، آقا فلانی جلوی پای فلانی 100 تا گوسفند کشت، بچه‌ش از سفر اومد 10 تا گوسفند جلوی پاش کشت، جلوی پای دخترش شب ازدواجش 10 تا گوسفند کشت، خون ریخت جلوی پای اون و این کارا کرد. این قربانی هایی که به نام غیر الله تعالی است، به نیت غیر الله تعالی است، به خاطر ریاکاری، اینها را الله تعالی قبول نمی‌کنه. لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله تعالی اینها رو برای شما مسخر کرده، این حیوانات رو، این نعمت ها رو، این قربانی ها رو، تا نام الله تعالی رو به بزرگی یاد کنید بر اونها و اینها رو فقط برای الله تعالی قربانی کنید و بشارت بده کسانی رو که محسنن. محسن کسیه که وقتی عبادت میکنه گوی الله تعالی رو میبینه و اگر الله تعالی رو نمیبینه یقین داره که الله تعالی او رو میبینه. همه کارهای زندگیش برای الله تعالی است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. شعار ابراهیم علیه السلام که نماز من، عبادت ها و نسک و قربانی های من و زندگی و مرگ من فقط برای الله تعالی است. هیچ شریکی برای او قائل نمیشم در این عبادت ها و من به این امر شدم و من از جمله تسلیم شدگان در برابر الله متعال هستم. اجازه بدید که به همین حد اکتفا بکنیم در این برنامه. انشاءالله در برنامه بعد باز به صورت گذرا گلچینی از موضوعات وارده در سوره مبارکه حج رو که مرتبط هست یقینا با حج و مشاعر مقدسه انشاءالله مروری خواهیم داشت. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. الله متعال به بندگان خود راههای متعددی جهت تقرب به ذات ذوالجلالش را میسر فرموده است. الله متعال می‌فرماید: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. و برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام الله را به هنگام ذبح بر 4 پایانی که روزیشان کرده است ذکر کنند. از جمله عبادت قربانی است که از جمله شعائر و یکی از واجبات در اسلام می باشد. وقت قربانی بعد از نماز عید اضحی آغاز و با غروب آفتاب روز 3 ایام تشریق به پایان می رسد و قربانی جز با ذبح 4 پایان حلال گوشت درست نمی شود: شتر، گاو و یا گوسفند و بز. بنابراین ذبح مرغ، خرگوش، آهو و غیر حیوانات دیگر قربانی به حساب نمی رود و باید ذبیحه سالم بوده و جسم فربه داشته باشد. الله متعال می فرماید: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و کسی که دستورهای الهی را بزرگ بشمارد بیگمان این کار نشانه ای از پرهیزکاری دلهاست. و باید که عمر ذبیحه به سن شرعی رسیده باشد. بنابراین در هنگام ذبح حد اقل عمر شتر 5 سال، گاو 2 سال، بز 1 سال و گوسفند 6 ماه می باشد و حیوانی که عمرش کمتر از این باشد قربانیش جواز ندارد، هرچند جسماً بزرگ باشد. همچنین قربانی حیوان نابینا که کوریش آشکار، بیمار که مریضیش واضح، لنگ که عیبش نمایان و حیوانی که از شدت لاغری استخوانش مغز نداشته باشد جایز نیست. و اما اگر عیب در گوش، شاخ و یا دم ذبیحه باشد قربانیش با کراهت جواز دارد. بنابراین کوشش شود تا حیوان صحتمند و سالم از هر گونه عیبی برای الله تعالی قربانی شود و این را باید بدانیم که پذیرش هر عمل مستلزم تقواست. الله متعال می فرماید: انما يتقبل الله من المتقین. الله فقط از پرهیزکاران میپذیرد. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه برنامه های دروس حج قرار داریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که از این سفر مبارک درست و صحیح استفاده بنماییم. درس دیگری که از این سفر مبارک میگیریم اینه که الله تعالی میخواهد برای بندگان خود بفهماند که این دینی که بر شما نازل شده، دین اسلام، کاملترین دین هست، دین کامل هست.
این دین است که الله برای شما انتخاب کرده، ای را کامل کرده و از این راضی هست و این نعمت پروردگار عالم هست. حالا شاید تو مسلمان بارها و بارها از طریق منابر، از طریق علما این آیه مبارکه را شنیدید، تفسیر این آیه مبارکه را، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی این را بارها و بارها شنیدید، الله سبحانه و تعالی می خواهد که تو را دعوت کنه، بیا ای بنده من در مکانی که این آیه نازل شد و این را بفهم و بدان که این آیه در کجا نازل شد و در چه زمان نازل شد، تا پیامهای این آیه بیشتر و بیشترتر در فکر تو و در دل تو ثابتتر بشه و یقین و باور تو نسبت به این دین کامل هست، کاملتر شود. الله سبحانه و تعالی این آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم، این آیه را در روز عرفه، در روز جمعه، در سال 10 هجری، در سال که مسما به حجة الوداع هست، این آیه بعد از عصر بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم این آیه را نازل میکنه. در این آیه مبارکه موضوعات است که باید انسان فکر بکنه. این آیه مبارکه دروسی داره و الله سبحانه و تعالی تو کسی که امروز این نعمت نصیب تو شده، تو خواهر و برادر که الله سبحانه و تعالی تو را دعوت کرده در مکانی که این آیه نازل شده، میخواهد زمان و مکان این آیه را برای تو بفهماند تا بر دروسی که در این آیه نهفته هست بیشتر و بیشترتر فکر کنید و بیشتر و بیشترتر نسبت به تأملات قرآنی تأمل داشته باشید. در این آیه مبارکه چی دروسی نهفته هست؟ تو حاجی که تنها از طرف خود وارد این سرزمین نشدید، حج کنفرانس است از همه امت اسلامی و تو عزیزی که این سفر نصیبت شده، تو نماینده امت اسلامی هستید. تو کسی هستید که وقتی از این سرزمین دروسی را کسب می کنید باید انتقال بدید برای مردمانی که در کنار تو و در کشور تو و در جوار تو قرار دارند. دروسی که از این آیه مبارکه میگیریم چیست؟ به طور خلاصه و فشرده چند درس را اشاره می کنم. اول، کاملیت دین اسلام. دین مبین اسلام دین کامل هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل شد، تکمیل شد. الله سبحانه و تعالی در آیات دیگر می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اگر کسی غیر از اسلام دین دیگری را طلب کند از او قبول نمی شود، چون این دین دین کامل هست. این دین است که الله سبحانه و تعالی از این دین و اهل این دین اظهار رضایت کرده است. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الدین عند الله الاسلام. دین اسلام هست به نزد الله سبحانه و تعالی. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که چیزی در این دین اضافه کند او رد است، او مردود هست. پس از این آیه مبارکه
این را میدانیم که این دین دین کامل هست، نقصان و زیادت را نمیپذیرد. کسی نمیتواند از این دین چیزی را کم بکنه و چیزی را اضاف بکنه. شخص یهودی رو به طرف حضرت عمر رضی الله عنه کرد و فرمود اگر چنین آیه بر ما نازل میشد ما روز نزولش را جشن میگرفتیم، عید میگرفتیم. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند من خوب میدانم که این آیه در کجا نازل شد و در کدام روز نازل شد. این آیه در روز عرفه و در روز جمعه نازل شد که مسلمان ها همه ساله تجمع عظیم و بزرگی را در این روز دارند که او روز عرفه هست و هر هفته مسلمان ها روز جمعه را که سید الایام هست اجتماع دارند که نماز جمعه هست. و همچنین از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که میفرمایند فإنها نزلت، این آیه نازل شده فی یوم عیدین، این آیه در جای نازل شده که در دو عید که یکی عرفه هست و یکی روز جمعه هست که دائما میفرمان یوم عید و یوم جمعه. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه دروسی گذاشته که گفتیم یکی از درس هایی که ما میگیریم اینه که در محل قدم میگذاریم که این آیه نازل شده، در جای قدم میگذاریم که این آیه نازل شده، در مکانی استاده میشویم که الله سبحانه و تعالی از این دین اظهار رضایت کرده و این را به عنوان نعمت بیان فرموده. دروس دیگر چیست که از این آیه مبارکه میگیریم؟ انشاءالله دروس دیگر و فواید دیگر و تأملات دیگری که در این آیه مبارکه نهفته هست بعد از میان برنامه بیان می شود. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین را برای شما کامل کردم و نعمت خیش را برای شما با تمام ارزانی نمودم و رضیت و راضی شدم برای شما دین اسلام را. دروسی که در این آیه مبارکه گفتیم نهفته هست، اول این که تو ای مسلمان در این سفر مبارک به این یقین و باور برسی که دین اسلام دین کامل هست. دوم درسی که از این آیه مبارکه که در روز عرفه نازل شده میگیریم این است که الله سبحانه و تعالی از دین اسلام و از اهل این دین اظهار رضایت کرده است. چی زیبا می فرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. سابقون الاولون مهاجرین انصار، شاگردان مکتب رسالت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر الصحابه. بعد از صحابه کسانی که پیروی از صحابه نمودن، اینها شاگردان این مکتب هستند. اینها کسانی هستند که در دین اسلام
زندگی کردن و رشد کردن. حالا تو مسلمانی که، تو عزیزی که حج تو موافق به سنت رسول صلی الله علیه وسلم، موافق به اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم، موافق به سلف صالحین هست، الله سبحانه و تعالی از تو اظهار رضایت میکنه، چون تو پیرو دین مبین اسلام هستید. به فرمان الله حرکت کردید به طرف سرزمین مبارکه مکه مکرمه. مشاعر مقدسه را، اماکن مبارکه و مقدسه را به فرمان الله قدم میزنید. همه اینها به فرمان الله هست. بیا طواف بکن، فرمان الله هست. سعی بین صفا و مروه، فرمان الله هست. برو منا، لبیک، به خدمت استاده هستم، میروم. از منا برو عرفات، به خدمت استاده هستم، میروم. از عرفات برو مزدلفه، لبیک، به خدمت استاده هستم. پس الله سبحانه و تعالی و ثمره و نتیجه چی؟ اینه که از دین اسلام و از پیروان دین مبین اسلام اظهار رضایت کرده است. و الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه از نعمت بیان کرده. نعمت الله سبحانه و تعالی به این امت رسیده که بزرگترین نعمت رسالت و یا بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. از احسانات پروردگار عالم نسبت به مؤمنین اینه که الله سبحانه و تعالی پیامبر از بین خودشان برایشان مبعوث کرده تا اینکه کتاب پروردگار را برای ایشان تعلیم بدهد و ایشان را تزکیه نماید و حکمت را برای ایشان بیاموزاند. این نعمت الهی است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اتمام نعمت، بزرگترین نعمت، بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. نکته دیگر و درس دیگر اینه که وقتی الله تو را طلب کرده و دعوت کرده در مکانی که این آیه نازل شده تا بفهمی مکان نزول این آیه و زمان نزول این آیه، پس میخوای این را بفهمانه که متوجه باش که این دین دین کامل هست. تغییرات در این دین نمی آیه. کسی نمیتواند چیزی را اضاف بکنه و موضوع و یا حکم را کم بکنه. نمونتا مثلا الله سبحانه و تعالی بیان فرموده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. میخواد برای تو ای مسلمان این را بفهمانه که الیوم اکملت لکم دینکم، این دین کامل شده، این فرمان الله هست. هرگیز یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند تا اینکه ملت اونها را پیروی کنید، تا اینکه جز ملت ایشان بشوید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اینها برای شما دوست نمیشوند. تا قام قیامت هیچ امکان نداره که یهود و نصارا از تو مسلمان راضی بشه، از تو مسلمان خوشنود بشه و دوست تو مسلمان بشه. امکان نداره. این فرمان پروردگار هست. وقتی در عرفات قدم میگذارید، در سرزمین مبارک عرفات و منا و مزدلفه قدم میگذارید، به یاد این آیه مبارکه الیوم اکملت، دین اسلام دین کامل هست. پس بناءً سرزمین مبارکه مکه مکرمه، خصوصا عرفات که این آیه نازل شده، برای ما
این دروس را میدهد که همه زیبایی ها در اسلام هست، هیچ نقص و نقایص در دین مبین اسلام نیست. پروردگار عالم همه زیبایی ها را در دین مبین اسلام گذاشته. در آنجا وقتی که با این آیه مبارکه تو فکر میکنید در سرزمین عرفات این آیه در اینجا نازل شده، دین اسلام دین کامل، اما امروز دشمنان چقدر توطیه میکنن که میگوین اسلام حقوق بشر را رعایت نکرده، اسلام حقوق زن را میگوین رعایت نکرده، اسلام فلان و فلان نقطه منفی را داره. در عرفات به این یقین و باور میرسی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دینی را که الله کامل بگوید، دینی را که الله از او راضی شده باشد، دینی را که الله بگوید این نعمت من است و برای شما ارزانی کردم، این دین ناقص نیست. تمام خوبی ها، تمام زیبایی ها در اسلام هست. اسلام هست که انسان ها را به اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی امر می کند. اسلام هست که درس مهر و محبت را برای بشریت آموخت. اسلام هست که حقوق انسانها را بیان کرده، حقوق بشر را بیان کرده، حقوق زن را بیان کرده، حقوق زن و شوهر را بیان کرده، حقوق والدین را بیان کرده، حقوق همسایگان را بیان کرده. اسلام هست که حتی حقوق حیوانات را رعایت کرده، حقوق اشجار را رعایت کرده. اسلام هست که دین صلح و صفا و صمیمیت را به دنیا به ارمغان آورده. حتی اسلام هست که حقوق غیر مسلمانان را رعایت کرده. پس این درس را ما از این آیه مبارکه می آموزیم که دین اسلام دین کامل هست. کسی نمیتواند بیاید به دین اسلام چیزی را بیفزاید. به اینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند کل محدث بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر نوع پیدای در دین بدعت هست و هر بدعتی که در دین ایجاد شد متوجه باشید که سرانجام گمراهی است و اگر انسان متوجه نشد سرانجام و نتیجه گمراهی آتش جهنم هست. به هر حال حاجی محترم، این سفر تو را وادار می کند که با این آیه مبارکه تأمل و تفکر و تعمق داشته باشید و بدانید که همه زیبایی ها در اسلام هست. وقتی از حج برمیگردید این پیام را برای دیگران برسانید که من در عرفات وقتی که من مشاهده کردم که در آنجا فرق بین عرب و عجم نبود، فرق بین فقیر و غنی نبود، فرق بین سیاه و سفید نبود، فرق بین سلطان و وزیر و خادم و فقیر نبود. آنجا به حقیقت این آیه پی بردم و دانستم و علم یقین به حق الیقین یا عین الیقین رسید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت. به راستی که دین اسلام دین کامل و دین است که هیچ نقصی در آن نیست، دین است که کمی و اضافی را نمیپذیرد و خودش دین کامل هست. پروردگار عالم بر همه ما توفیق بده، بر همه امت اسلامی، که ما بفهمیم و بدانیم که دین اسلام
دین کامل هست، هیچ عیبی در اسلام نیست. همانطوری که گفته شده اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. پروردگار عالم همه ما را یک مسلمان کامل بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال به بندگان خود راههای متعددی جهت تقرب به ذات ذوالجلالش را میسر فرموده است. الله متعال می فرماید: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام الله را به هنگام ذبح بر 4 پایانی که روزیشان کرده است ذکر کنند. از جمله عبادت قربانی است که از جمله شعائر و یکی از واجبات در اسلام می باشد. وقت قربانی بعد از نماز عید اضحی آغاز و با غروب آفتاب روز 3 ایام تشریق به پایان می رسد و قربانی جز با ذبح 4 پایان حلال گوشت درست نمی شود: شتر، گاو و یا گوسفند و بز. بنابراین ذبح مرغ، خرگوش، آهو و غیر حیوانات دیگر قربانی به حساب نمی رود و باید ذبیحه سالم بوده و جسم فربه داشته باشد. الله متعال می فرماید: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و کسی که دستورهای الهی را بزرگ بشمارد بیگمان این کار نشانه ای از پرهیزکاری دلهاست. و باید که عمر ذبیحه به سن شرعی رسیده باشد. بنابراین در هنگام ذبح حد اقل عمر شتر 5 سال، گاو 2 سال، بز 1 سال و گوسفند 6 ماه می باشد و حیوانی که عمرش کمتر از این باشد قربانیش جواز ندارد، هرچند جسماً بزرگ باشد. همچنین قربانی حیوان نابینا که کوریش آشکار، بیمار که مریضیش واضح، لنگ که عیبش نمایان و حیوانی که از شدت لاغری استخوانش مغز نداشته باشد جایز نیست. و اما اگر عیب در گوش، شاخ و یا دم ذبیحه باشد قربانیش با کراهت جواز دارد. بنابراین کوشش شود تا حیوان صحتمند و سالم از هر گونه عیبی برای الله تعالی قربانی شود و این را باید بدانیم که پذیرش هر عمل مستلزم تقواست. الله متعال می فرماید: انما يتقبل الله من المتقین. الله فقط از پرهیزکاران میپذیرد. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. در این روزها روزهای حج است، روزهای لبیک، روزهای ذکر الله سبحانه و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بهترین ذکری که من و پیامبران
قبل از من در این روز کردیم ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر می باشد. معنای این کلمات این است که هیچ معبودی بر حق جز الله سبحانه و تعالی نیست که او یگانه است و هیچ شریکی ندارد. پادشاهی و همه حمد و ستایش ویژه اوست و او بر هر چیزی تواناست. روزهای حج روزهای ذکر است، روزهای عبادت است. در روز عرفه همه مؤمنین و مسلمانان در میدان عرفات جمع می شوند و همه این دعا را می کنند که تلقین توحید و یکتاپرستی برای بشریت است. زیرا الله متعال می فرماید که ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. غیر از الله سبحانه و تعالی کسانی که شما آنها را میخوانید اونها اختیار شفاعت را ندارند مگر کسانی که به حق و توحید گواهی داده باشند در حالی که حقیقت گواهیشان را میدانند. در میدان عرفات و در ایام حج ذکری که مسلمانان بر زبان دارند ذکر لا اله الا الله است. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. همه مناسک حج، اعمال حج و اذکار حج تلقین توحید و یکتاپرستی برای مسلمانان است. حتی وقتی که ما در روز نحر، در روز قربانی، در روز اول عید می‌خواهیم حیوانی را، گوسفندی را، گاوی را برای الله سبحانه و تعالی قربانی بکنیم، چه در سرزمین حرمین باشیم در هنگام حج و چه در کشورهای خودمان در هر گوشه دنیا، این عبادت بزرگ هم یکی از علائم و درس‌های توحید و یکتاپرستی است. نحر و قربانی کردن فقط برای الله سبحانه و تعالی است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه اعمال من، نماز من، حج من، قربانی من برای الله سبحانه و تعالی است. بلکه زندگی و مرگ من برای الله سبحانه و تعالی است. الله متعال می‌فرماید که فصل لربک وانحر. برای الله سبحانه و تعالی نماز بخوانید و برای الله سبحانه و تعالی قربانی کنید. قربانی یک عبادت بزرگ است. قربانی رو فقط برای الله سبحانه و تعالی باید انجام داد. قربانی رو فقط برای کسی انجام داد که جان ما و همه موجودات و همه زنده ها به دست اوست. همه حیوانات، همه موجوداتی که در زمین و در گوشه گوشه این کائنات زندگی میکنن مخلوق الله سبحانه و تعالی هستند. و ریختن خون حیوانی غیر از این که برای حق باشد، برای قربانی باشد، به خاطر الله باشد و با ذکر نام الله سبحانه و تعالی باشد جایز نیست. قربانی کردن برای یک انسان عالمی، برای زیارتی، برای قبری، برای رئیس جمهوری، برای عروس و داماد، برای هر انسان دیگری که کسی قربانی بکند و در جلوی پای او حیوانی را ذبح بکند، ولو اینکه بسم الله بگوید، ولو اینکه الله اکبر بگوید، چون این قربانی را به خاطر تعظیم و به خاطر ارج نهادن به این انسان انجام داده است، این یک عمل ناشایسته و شرک است و در دین مبین اسلام جایز نمی باشد. قربانی کردن فقط و فقط برای الله سبحانه و تعالی است. غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ موجود دیگری شایسته این نیست که ما برای او قربانی بکنیم. و این قربانی کردن الله سبحانه و تعالی نه به گوشتش نیاز داره، نه به پوستش نیاز داره، نه این قربانی به الله سبحانه و تعالی میرسد. تنها چیزی که به الله سبحانه و تعالی میرسد ایمان شماست، توحید شماست، تقوای شماست، پرهیزگاری شماست. در سوره حج الله سبحانه و تعالی میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. میگه این قربانی که شما میکنید گوشتش، خونش
اینا برای الله نمیرسه. آنچه که به الله میرسه، آنچه که در نزد الله سبحانه و تعالی معیار هست، توحید است، تقواست، پرهیزگاری است که این نکته را باید مسلمانان در نظر داشته باشند که وقتی که قربانی فقط برای الله سبحانه و تعالی است، برای هیچ بشری ولو این که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشد قربانی کردن جایز نیست. ما در تاریخ سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه هم نداریم که پیامبر از مکه به مدینه رفته باشند صحابه در جلوی پای ایشان گوسفندی را ذبح کرده باشند، یا از سفری برگشته باشند مسلمان ها در جلوی پای ایشان گوسفندی را ذبح کرده باشند. اما متاسفانه این عبادت توحیدی امروز به یک عمل شرکی در کشورهای اسلامی تبدیل شده که در پیش پای رئیس جمهور و پادشاه و فلان و علان و عالم و نمیدونم شیخ و پیر و اینها گوسفند میکشن. این شرک است، این عین شرک و بت پرستی است که باید جوامع اسلامی از این عمل دوری بکنن. چرا؟ چون امر صریح الله سبحانه و تعالی است، فصلی لربک وانحر، فقط برای پروردگارت، برای الله متعال نماز بخوان و فقط برای او قربانی کن. باید مسلمانان از این عمل ناشایست که قربانی رو برای غیر الله سبحانه و تعالی انجام میدهند دوری بکنند. در حدیثی که از سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روایت است با سند صحیح، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مردی با یک مگس داخل بهشت گردید و دیگری با یک مگس وارد دوزخ شد. مردم تعجب کردند، گفتن یا رسول الله چگونه ممکن است؟ میگن در امتهای پیش دو مردی در کنار یک قبیله میگذشتن، بت پرست بودن اون قبیله، بتی داشتن که هر کس از اونجا عبور میکرد باید یک چیزی به این بت قربانی بکنه. یکی از اینها وقتی که در اونجا گذشت گفتن که قربانی بکن. گفت که ببین من موحد هستم، غیر از به الله به کسی دیگه قربانی نمی کنم. این رو کشتن، شهید شد، داخل بهشت شد. رفیقش ترسید، گفت که والله چی رو قربانی بکنم؟ و هر موجودی و مثلا یک مگس رو بکنم میشه؟ گفتن آره میشه. این مگسی رو گرفت و سرشو کند، گفت این قربانی، رهاش کردن. با این عملش مشرک شد و وارد جهنم گردید. شرک خیلی موضوع اساسی است که مسلمان ها باید این رو در نظر بگیرند، خاصتا در نظر کردن و در قربانی کردن خیلی مهم است که باید طبق عقیده اسلامی و فقط برای الله سبحانه و تعالی این عمل رو انجام بدن. و همچنین از موضوعات مهمی که در حج ما باید بر او تاکید بکنیم قضیه دعاست. الله سبحانه و تعالی چه برای حجاج بیت الله الحرام چه برای کسانی که به سرزمین مقدس مشرف نشدند امر می کند که پروردگارتان را در دعا بخوانید با تضرع، با زاری. ادعو ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتان را با زاری و پنهانی بخوانید. انه لا یحب المعتدین، الله سبحانه و تعالی از حد گذرندگان را دوست ندارد. ولا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. بعد اصلاحها، بعد از اینکه اصلاح شد. وادعوه خوفا و طمعا، و از الله سبحانه و تعالی با بیم و امید بخواهید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، که رحمت الله سبحانه و تعالی به نیکوکاران نزدیک است. همچنین الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر در سوره غافر می‌فرماید که هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین والحمد لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی زنده است، همیشه زنده است، نیست معبودی لایق عبادت غیر از او را بخوانید با اخلاص و دین الله سبحانه و تعالی را با اخلاص پیروی بکنید و تنها ثنا و ستایش ویژه پروردگار جهانیان است. همه این آیات و همه این روایات میخواهد برای ما بگوید که در دعا فقط الله را بخوانید.
خاصتا در این روزها و مواسمی که مواسم توحیدی است، مواسمی است که شعار آن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، شعار دوری از شرک است. در این ایام و در این مناسبت ها و در طول زندگی انسان باید فقط و فقط از الله سبحانه و تعالی بخواهد و غیر از الله سبحانه و تعالی را ولو به اندازه ذره‌ای هم آنها مالک نیستند. پس چرا ما از آنها چیزهایی را بخواهیم که آنها مالکش نیستند، صاحب اختیارش نیستند؟ الله متعال در سوره بقره آیه 186 می‌فرماید که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر که بندگان در مورد من از تو بپرسند، من نزدیکم، دعای دعا کننده را میشنوم. فلیستجیبوا لی، پس مرا اجابت کنند، ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیاورند، لعلهم یرشدون، اگر که میخواهند راهیاب شوند. الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اگر بندگانم در مورد من میپرسند که من کجا هستم، چطور از من بخواهند و چگونه مرا عبادت بکنم، نمیگد که بگو، مستقیم ما را مخاطب قرار میداد که اینی قریب، من به شما نزدیکم، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شاره گردن به بندگانمان نزدیک تریم. و همچنین در سوره غافر میفرماید که و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و الله سبحانه و تعالی میفرماید که مرا بخوانید تا اجابت بکنم شما را. یعنی غیر از الله سبحانه و تعالی کسی را نخوانید، غیر از الله سبحانه و تعالی چیزی را نخوانید، غیر از الله سبحانه و تعالی به هیچ کس امیدی نداشته باشید. امید ما، دادرس ما، ولی ما، صاحب اختیار ما، خالق ما و رازق ما و ذاتی که همه اختیارات در گرو قدرت اوست، الله سبحانه و تعالی است. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این دعای روز عرفه است، این شعار روز عرفه است که نیست هیچ پروردگاری که لایق عبادت باشد مگر الله یکتا که شریکی ندارد، پادشاهی و قدرت و صاحب اختیار اوست، برای اوست، ویژه اوست حمد و ثنا و ستایش، و او بر هر چیزی قادر و تواناست. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این دعایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من و همه پیامبران بهترین و افضلترین دعایی رو که در روز عرفه میخواندیم این دعا بود. این دعایی است که انسان به وسیله آن تجدید پیمان میکند با پروردگار متعال که تویی پروردگار یکتای من، تویی خالق من، تویی رازق من، تویی که صاحب همه اختیارات و ملکوت آسمان ها و زمین هستی. غیر از تو از کسی دیگر نمیخواهم، زیرا میدانم که غیر تو قدرت و توانایی در مقابل تو ندارد. اخلاص در دعا یکی از درس های مهمی است که در حج الله سبحانه و تعالی به ما تذکر میداد و در این مدرسه توحیدی به ما یک بار دیگر میگوید که شعارتان در زندگی باید این باشد که ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر روز ما در زندگی خود، هر روز در نمازهای خود، در هر رکعت این دعا رو تکرار میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیرا میدانیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. در دعا کسی غیر از الله سبحانه و تعالی را نخوانید، زیرا غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ نفع و ضرری را مالک نیستند. فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین. اگر این کار رو بکنی پس در آن صورت تو از جمله ستمگاران خواهی بود، یعنی از جمله مشرکین خواهی بود، زیرا این الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلم است. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد به تو
ضرری برساند، الله سبحانه و تعالی بخواد برای تو مشکلی ایجاد بکند، مصیبتی بر تو که بر اساس عدالت الله سبحانه و تعالی این حق تو است و در این حکمتی نافته است برای تو ایجاد بکند، غیر از او کسی دیگری نمیتواند آن را از تو دور بکند. و این یورد که به خیر فلا راد لفضله، اگر که برای تو بخواد خیری را برساند، هیچ کس نمیتواند مانع این خیر شود. یصیب به من یشاء من عباده، به هر کس از بندگانش بخواهد خیر یا شر میدهد. و هو الغفور الرحیم، و الله سبحانه و تعالی است که آمرزگار مهربان است. و کسانی که غیر از الله سبحانه و تعالی را بخوانند، کسانی که متاسفانه حتی در ایام حج میبینیم، در منا، در عرفات، در مزدلفه، در داخل بیت الله الحرام، به جایی که یا الله بگویند، به جایی که لبیک اللهم لبیک بگویند، به جایی که شعار این روزهای مبارکه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، این دعا رو بگن، یا فاطمه زهرا، یا حسن، یا حسین، یا علی، یا مهدی، حتی پرچم هایی که به دست میگیرن، در روی این پرچم ها ببینین یا فلان و یا علان نوشته است. آیا این بندگان خجالت نمیکشند؟ در خانه خدا هستی و غیر خدا را میخوانی، در کنار بیت الله الحرام هستی و به غیر الله سبحانه و تعالی چنگ زده ای، در رحاب الله سبحانه و تعالی قدم میزنی و دل به غیر الله بسته ای. آیا شرکی بدتر از این شرک وجود دارد؟ در آنجا ایستاده ای، در مقامی که رسول الله، صحابه، اهل بیت، همه مؤمنین در طول تاریخ شعار توحید و یکتاپرستی را سر دادن، در آنجا تو شعار شرک و خواستن غیر الله سبحانه و تعالی را سر می‌دهی. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له، کسی که غیر از الله سبحانه و تعالی معبود دیگری را بخواند هیچ دلیل و برهانی ندارد. همچنین می‌فرماید که هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین، الله زنده است، الله هست که همیشه زنده است. بندگان میمیرند، انک میت و انهم میتون، تو میمیری و آنها هم میمیرند، همه انسان ها میمیرند. تنها ذاتی که زنده است، همیشه میشنود، و هو السمیع بصیر، اللهی که شنواست، داناست، بیناست، در هر حالت، در هر جا، در هر گوشه‌ای که باشیم ما را میبیند، صدای ما را میشنود، به ما میگوید که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. ما این پروردگار مهربان را بگذاریم و دست به دامان کسانی شویم که برای خودشان هم مالک نفع و ضرری نیستند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد از آن الله سبحانه و تعالی است، پس با الله کسی دیگر را نخوانید. در مسجد الحرام، در بیت الله الحرام، در کنار خانه کعبه، در کنار خانه الله سبحانه و تعالی، در اونجا وایستادن و غیر الله سبحانه و تعالی را صدا میکنن، در حالی که همه ثنا و ستایش خاص برای الله سبحانه و تعالی است. از جمله دعایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میکردند در این روزهای مبارک این بود: اللهم انی اسألک بأننی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا، از تو میخواهم، از تو مسئلت دارم، از من بپذیر که گواهی میدم به این که اله و کارساز تویی، جز تو هیچ اله دیگری نیست، یکتا و بینیازی، آنکه نزاده و نزاده شده است و او را هیچ مثل مانندی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه اصحاب خودشان را به این اعمال امر می‌کردند که فقط از الله سبحانه و تعالی بخواهید. الله سبحانه و تعالی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را یک امت وسط قرار داده است، امتی که از افراد و تفرید باید دوری بکند.
در سوره بقره آیه 143 الله سبحانه و تعالی میفرماید و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. بدین سان شما را امتی معتدل و میانه رو آفریدیم تا اینکه بر مردم یعنی بر امتهای سابق گواه باشید و رسول بر شما گواه باشد. امت وسط یعنی امت میانه رو، امتی که از حق روی نمیگرداند، امتی که از حق پیروی می کند. میانه روی به معنی این نیست که ما از ثوابت و اصول دینمان بگذریم. میانه روی این نیست که ما هر کسی، هر کافری، هر زندیقی، هر مرتدی اگر که به ما حرفی بزند ما حرف او را قبول بکنیم. میانه روی این است که تابع قرآن و سنت باشیم. میانه روی این است که نه تکفیر بکنیم و نه در امور دین ما متساهل باشیم، نه به اندازه در کفر و در تکفیر مسلمانان غلو و افراط بکنیم که به سبب یک گناهی کسی رو تکفیر بکنیم و نه به اندازه این که همه گناهان کبیره و صغیره را انجام بدهیم و هنوزم اسم خود را مسلمان بدانیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی در گرفتن سنگریزه ها امر می‌کردند که سنگریزهای به اندازه نخود را بگیرید، سنگ بزرگ نگیرید که بزنید سر هم دیگر را بشکنید. این گرفتن این اندازه سنگ هم رسول الله صلی الله علیه و سلم دقت کردن و امت را با خبر ساختن. انسان نباید که افراط بکند، نباید که از حد بگذرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا ایها الناس ایاکم والغلو فی الدین، ای مردم از سختگیری و زیاده روی در دین بپرهیزید. فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، و کسانی که در پیش از شما بودند اینها کسایی بودند که به خاطر غلو و سختگیری در دین هلاک شدند. سختگیری و غلو کردن در دین انسان رو به سرحد کفر میرساند. مسیحیان از بس که حضرت عیسی علیه السلام رو دوست داشتن به اندازه او را بزرگ کردند که گفتن پسر خداست، کافر شدند، از رحمت الله سبحانه و تعالی دور شدند، مستحق جهنم شدند. و یهودیان همچنین از بس که به عزیر اعتقاد داشتن و محبت داشتن گفتن پسر خداست، اینها هم کافر شدند و مستحق جهنم شدند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در مورد من مانند مسیحیان که در مورد عیسی ابن مریم غلو میکنن غلو نکنید. من بنده بیش نیستم و فرستاده الله سبحانه و تعالی هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از غلو و زیاده روی و افراط و سختگیری در دین منع کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند که بشروا ولا تنفروا، به مردم مژده بدهید و مردم را از دین متنفر نکنید. یسروا ولا تعسروا، سختگیر باشید، سهلگیر باشید، آسانگیر باشید بر مردم و سختگیر نباشید. اینها نمونه از وسطیت و اعتدال و میانه روی در دین است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را به اون امر کردند و ما را بر حذر داشتن از اینکه سختگیری بکنیم و غلو و افراط بکنیم در امور دین ما و حتی در همه امور، حتی در خرج کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآن رو همیشه به صحابه تذکر میدادند. سوره فرقان آیه 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کسانی که وقتی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن. ولم یقتروا، ولا اینکه بخل میورزند. و کان بین ذلک قواما، و در بین هر دوی این چیکار بودن؟ در حالت اعتدال میانه رو هستند. یعنی انسان نه به اندازه انفاق بکنه که هرچه مال و داراییش از خرج بکنه و خودش در فقر و بدبختی زندگی بکنه، و نه به اندازه مانند قطره چکان بده که لا یسمن ولا یغنی انجو. پس انسان باید در حالت اعتدال و وسطیت و میانه روی در همه امور زندگی خودش باشد، چه در امور اقتصادی، چه در امور سیاسی، چه در جنگ، چه در صلح،
در همه امور. امتهای پیشین رو غلو و افراطشون نابود کرد. غلو و افراط و سختگیری انسان را به کفر میرساند. خوارج، همین فرقه‌های تکفیری، چطور شد که از درگاه الله سبحانه و تعالی رانده شدند و به عنوان خوارج و به عنوان سگ‌های جهنم مطرح شدند؟ فقط به خاطر سختگیریشان، به خاطر افراط بیش از حدشان در امور دین. در همه مسائل زندگیمون ما باید میانه روی رو شعار خودمون قرار بدیم. این یکی از دروس بزرگی است که در حج داده می شود. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بنوشید بخورید ولکن اسراف نکنید. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در همه چیز، همونطوری که عرض کردم، حتی در سخن گفتن، حتی در راه رفتن، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، در رفتارت، در حرکت کردنت، در قدم زدنت میانه روی کن و همچنین صدایت را پایین بیاور. اینها نمونه میانه روی در همه مسائل زندگی است که یکی از درس‌های بزرگ حج برای ماست. درس عدم افراط و عدم تفرید، درس اعتدال، درس میانه روی که امیدواریم الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان این توفیق را عنایت بکنه که بندگان معتدل و میانه رو و تابع قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله متعال به بندگان خود راههای متعددی جهت تقرب به ذات ذوالجلالش را میسر فرموده است. الله متعال می‌فرماید: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام الله را به هنگام ذبح بر 4 پایانی که روزیشان کرده است ذکر کنند. از جمله عبادت قربانی است که از جمله شعائر و یکی از واجبات در اسلام می باشد. وقت قربانی بعد از نماز عید اضحی آغاز و با غروب آفتاب روز 3 ایام تشریق به پایان می رسد و قربانی جز با ذبح 4 پایان حلال گوشت درست نمی شود: شتر، گاو و یا گوسفند و بز. بنابراین ذبح مرغ، خرگوش، آهو و غیر حیوانات دیگر قربانی به حساب نمی رود و باید ذبیحه سالم بوده و جسم فربه داشته باشد. الله متعال می فرماید: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و کسی که دستورهای الهی را بزرگ بشمارد بیگمان این کار نشانه ای از پرهیزکاری دل هاست. و باید که عمر ذبیحه به سن شرعی رسیده باشد. بنابراین در هنگام ذبح حد اقل عمر شتر 5 سال، گاو 2 سال، بز 1 سال و گوسفند 6 ماه می باشد و حیوانی که عمرش کمتر از این باشد قربانیش جواز ندارد، هرچند جسماً بزرگ باشد. همچنین قربانی حیوان نابینا که کوریش آشکار، بیمار که مریضیش واضح، لنگ که عیبش نمایان و حیوانی که از شدت لاغری استخوانش مغز نداشته باشد جایز نیست. و اما اگر عیب در گوش، شاخ و یا دم ذبیحه باشد قربانیش با کراهت جواز دارد. بنابراین کوشش شود تا حیوان صحتمند و سالم از هر گونه عیبی برای الله تعالی قربانی شود و این را باید بدانیم که پذیرش هر عمل مستلزم تقواست. الله متعال می فرماید:
إنما يتقبل الله من المتقين. الله فقط از پرهیزکاران میپذیرد. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در روز عرفات حجاج بیت الله الحرام تا غروب آفتاب در سرزمین عرفه هستند. به مجرد غروب آفتاب حرکت حجاج شروع می شود. باید از سرزمین عرفه حرکت بکنند به طرف مزدلفه و در این روز الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفتار و روش عملی خودشون این حکم را برای ما مشروع کردند که نماز مغرب را ما باید به تأخیر بندازیم. این یکی از احکام حج در این روز هست، یعنی نماز مغرب روز عرفه را باید به تأخیر بیندازند و نماز مغرب و عشا را با هم یک جا و در یک وقت و در سرزمین مزدلفه بخوانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سالی که به حج رفته بودند به مجرد غروب آفتاب دستور حرکت دادند و مردم حرکت کردند از سرزمین عرفات به طرف مزدلفه با آرامش و با وقار تمام. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدام تذکر می دادند که السکینه با آرامش حرکت بکنید. منتها اگر فرصتی پیش می آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اونگونه که در روایت آمده و اذا وجد فجوة نص، وقتی که جلوی روی رسول الله صلی الله علیه وسلم باز می شد، ایشون که سوار بر شتر بودند مقداری شتابان می رفتند و اگر جمعیت جمع می شد و ازدحام می شد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهار شترشان را می گرفتند و جمع می کردند. پس بنابراین حکم شرعی هم امروزه برای ما هم که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم این هست که به مجرد غروب آفتاب بدون این که نماز مغرب را بخوانیم باید از سرزمین عرفات خارج بشویم و حرکت بکنیم به طرف مزدلفه. و یک چیزی که در مسیر راه بسیار اهمیت دارد ذکر و دعا و تلبیه هست که انسان نباید از این ذکر و اوراد و تلبیه‌ای که خوانده می شود فراموش بشود. الله متعال در این زمینه می فرماید فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. زمانی که شما از عرفات برگشتید به طرف مزدلفه در مشعر الحرام الله متعال را یاد بکنید و ذکر بکنید. مشعر الحرام سرزمین مزدلفه هست و این یک حکم شرعی هست که حجاج باید شب عید را و شب دهم ذوالحجه را در سرزمین مزدلفه باید سپری بکنند
و زمانی که حجاج حرکت می کنند در سرزمین عرفات، قبلا عرض کردم که نماز مغرب را نمی خوانند و باید این نماز مغرب را به تأخیر بیندازند تا زمانی که به مزدلفه می رسند و نماز مغرب و عشا را جمع تأخیر بکنند در سرزمین مزدلفه و نماز عشا را قصر بکنند. نماز مغرب را اول می خوانند و بعد از آن نماز عشا را 2 رکعت بخوانند. این یک حکم شرعی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه انجام دادند. و بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شب اومدند و نماز را جمع کردند، مغرب و عشا را با هم خوندند، بعد از این استراحت کردند تا فجر، تا بامداد روز 10 و روز عید. در روایات متعددی این نقل شده. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما میگوید که ما وقتی که از سرزمین عرفات حرکت کردیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون در مسیر راه رفتن برای قضای حاجت و وضوء مختصری گرفتم. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما گفت که یا رسول الله المصلا، وقت نماز هست. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما گفتند که یا رسول الله الا تصلی، نماز نمیخوانید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند المصلا امامک، محل نماز و جای نماز جلوی رویت هست، یعنی هنوز نرسیدیم به آن جایی که باید نماز بخوانیم. بنابراین روایات هست که امروز حجاج هم در سرزمین عرفات نماز مغرب را نمیخوانند و به تأخیر میاندازند تا زمانی که به مزدلفه برسند و وقتی که این نماز را خواندند باید در سرزمین مزدلفه استراحت بکنند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عید، در فجر روز عید، این نماز فجر را در اول وقت خواندند، به گونه ای که برخی از اصحاب حتی متردد بودند که آیا فجر دمیده یا فجر ندمیده. یعنی به این اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز فجر را در اول وقت خواندند، به گونه ای که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی صلاة الا لمیقاتها الا صلاتین، صلاة المغرب والعشاء و صلاة الفجر. من بیاد ندارم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازی را بی وقت خوانده باشند مگر این 2 نماز را، یعنی نماز مغرب و عشا را که در مزدلفه جمع تأخیر کردند و نماز فجر روز عید را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زود و در اول وقت خوندند، یعنی غیر از وقت معتادی که همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فجر را در آن وقت می‌خواندند، در این روز قبل از آن وقت این نماز را ادا کردند. و این هم جزو احکام حج هست که انسان مسلمان نماز فجر را زود بخواند در اول وقت و بعد از نماز فجر مشغول بشود و به دعا و ذکر الله متعال وقت خودش را سپری بکند و قبل از طلوع آفتاب حرکت بکنند به طرف سرزمین منا. همان گونه که قبلا عرض کردم تمام حجاج باید در سرزمین مزدلفه بمانند و شب را در آنجا بگذرانند تا قبل از طلوع آفتاب که باید از سرزمین مزدلفه حرکت بکنند به طرف منا. منتها اگر افرادی ضعیف هستند، بیمار و ناتوان هستند، نمی توانند که با جمع حرکت بکنند، بعد از نصف شب مجاز هستند و می توانند که از سرزمین مزدلفه خارج بشوند و بروند در منا و رمی جمرات را انجام بدهند. این حکم فقط برای کسانی هست که معذور هستند، ناتوان هستند، بیمار هستند یا پیر هستند، نمی توانند که با کاروان و با جمع حرکت بکنند، و همچنین آن کسانی که همراه چنین انسانها و افراد ضعیف و ناتوان هستند این اجازه را دارند که بعد از گذشت
نصف شب حرکت بکنند و به طرف منا بروند و بروند رمی جمره را انجام بدهند. هم اون کسانی که ناتوان هستند، بیمار هستند و هم همراهانشون این اجازه را دارند که قبل از موعد از سرزمین مزدلفه خارج بشوند و قبل از فرا رسیدن وقت رمی بروند و این رم رو در واقع انجام بدهند. در روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید که صفیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواستند که شبانه از مزدلفه حرکت بکنند بروند به منا و رسول الله صلی الله علیه و سلم به صفیه این اجازه را دادند، زیرا که ناتوان بودند و نمیتوانستند که همپای کاروان در واقع حرکت بکنند. از این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجازه ایشان این مطلب استنباط می شود که کسانی که ناتوان هستند، بیمار هستند یا عوارض دیگری را دارند از نظر شرعی مجاز هستند که بعد از نیمه شب عید حرکت بکنند از سرزمین مزدلفه و بروند به منا و رمی جمره را در واقع انجام بدهند. اینها مجموعی از کارهایی هست که حجاج در روز بعد از روز عرفه و در شب روز عید باید انجام بدهند و اعمالی را که حاجی باید در روز عید انجام بدهد انشاءالله این اعمال را در جلسه بعد خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. نداء الحق صوت قد شجاني بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. سلام و درود بر شما خوبان، بر شما حاجیانی که به حج رفتید، حاجیانی که قبلا حاجی شدید، حاجیانی که در دلتون حاجی هستید و انشالله خداوند همتون رو نصیب کنه که حج برید، عمره برید، بارها و بارها برید، به خانه خدا بارها و بارها مشرف بشید. عزیزان، شعار حج خیلی مهم هست. شعار حج رو با خودمون داشته باشیم. لبیک اللهم لبیک. لبیک یعنی چی؟ لبیک که میگی من؟ کسی منو صدا میزنه، مامانم صدا میزنه، میگم لبیک، بله اومدم، چشم، قربان. لبیک یعنی چی؟ یعنی اینی که خداوند منو صدا زده، بنده من بیا خانه من. گفتم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. خداوند صدام زد، بنده من بیا طعم ایمان رو بچش، لبیک اللهم لبیک. خداوند صدام میزنه، بنده من بیا نزدیک من، طعم قرب من رو بچش، لبیک اللهم لبیک. اینه لبیک، معناش اینه. لبیک معناش اینه که خدایا بار الها تو پیش من عزیزترینی، عزیزتر از زن و بچم، عزیزتر از پدر و مادرم، عزیزتر از خودم
انانیت دارم، خودم خوشگلی دارم، لباس میپوشم به خاطر خوشگلی، به خاطر بروز هویتم، منم، شخصیتم، خودنمایی دارم، عطر میزنم، خوشگل میشم، سرم رو فلان میکنم. نه خیر، اومدیم اون پیش تو، ای خدا تو از ما عزیزتری. لباس هم انداختم دور، کفن پوشیدم، مال و ثروتم، خانه‌ام، زندگیم، همه رو گذاشتم پشت سر، چرا که تو عزیزترینی. سرم رو میرم کچل میکنم، موهام، زیباییم، همش فدات، تو عزیزترینی. اومدم پیش خدام تا بگم که خدایا من بنده تو ام، خدایا من تو رو میخوام، خدایا همه این فروق اجتماعی و طبقاتی و اینا رو همه رو گذاشتم کنار، اومدم پیش تو. خب اومدم پیش خدا. کی میره پیش خدا در حج؟ حج عبادت ثروتمنداست، عبادت فقیران نیست. چرا؟ چون فقیر خود نداره. وقتی نداره در آزمایش دنیا، فتنه دنیا نیست، راحت تر میشینه با خدا رابطه برقرار کنه. اما ثروتمند بنده خدا توی آزمایشی یه هرچلی افتاده با این ثروتش، بلای جالش هست. این ثروتش، این دنیاش فاصله میذاره بین خودش و خداش، سد راهش میشه در رسیدن به خداش. این ثروتی که سد راه میشه باعث میشه که انسان طغیان کنه. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. یه چیزی که طعمی بوی از دنیا بهش میرسه مست میشه، خودش رو گم میکنه. انما اوتیته علی علم عندی. قارون میشه که این پال ثروت رو من با عرق جبینم به دست آوردم، زحمت کشیدم، من درس خوندم، مدرک گرفتم، به اینجا رسیدم. یادش میره که بهتر از اونا بودن، زرنگتر از اون هست، خوشگلتر از اون هست، ثروتمندتر از اون هست، به اینجا نرسیدن. خب این نعمت الهی است ای بنده، گم نشی، خودتو گم نکنی. اینه که خداوند متعال حج رو فرض میکنه بر ثروتمندان. ثروتمندانی که این مال و منصب و جایگاه و اینا سد راهش میشن در رسیدن به خداوند، خداوند این فرصت رو بهشون میده که آقا بیا خانه‌ات رو بذار کنار، بیا خانه من. جالبم از خانه خدا. خانه خدا مگه خداوند با ما همه جا نیست؟ مگه اقرب از ما نیست؟ برگه گردنمون به ما نزدیکتر نیست؟ مگه این نیست که هو معکم اینما کنتم؟ خداوند با شما هر جا که هستید. خداوند از اخبار ما خبر داره، ما رو میبینه، سمیعا بصیرا هست، همه جا هست، ما رو هست، هیچ کوچیک و بزرگی از ما نمیگذره مگر اینکه خداوند اون رو میدونه. حالا دیگه خانه خدا بودن دیگه چه معنا داره؟ بله، خداوند برای خودش یه خانه‌ای مشخص میکنه، یه جایی مشخص میکنه تا کسی که میخواد بره زیارت خانه خدا، زیارت خانه خدا هزینه بر باشه. رفتن به زیارت خانه خدا میخوای بری، باید پول بدی، باید زحمت بکشی، پول جمع کنی، عرق جبین بریزی، اینو بدی، در راه هزینه کنی. چیزی که ما براش پول میدیم، طبیعت ما انسان هست دیگه، براش پول میدیم، ارزش رو میشناسیم، قدردانی میکنیم ازش. مگه همه بچه همون رو نمیبرستیم مدرسه؟ اما چون مدرسه مجانی هست زیاد اهتمام نمیدیم. یه روز معلم نمیاد بچه ها جشن میگیرن، معلم نیومد. معلم دیر میاد بچه ها کیف میکنن. همین بچه رو میبریم کلاس خصوصی. کلاس خصوصی اونجا هزینه میکنیم، پول میریم. 10 دقیقه معلم دیر اومد، داد و فریادمون آسمون میره. یه روز معلم گفت آقا امروز من معذرت میخوام نمیتونم بیام، دعوا را میندازیم. چرا؟ پول میدیم، هزینه میدیم. اینه که وقتی چیزی رو ما براش سختی میکشیم قدرش رو میدونیم. اون وقت خداوند متعال حکمتش بود که یه خانه‌ای برای خودش مشخص کنه، یه سمبولیک که من برای رسیدن به اینجا باید هزینه کنم و هزینه میکنم. جالب اینجاست خداوند متعال این خلقت رو خداوند خلق کرده. مگه نمیشد این حج رو بذاره توی جای خوش آب و هوا،
جنگلا باشه، دریاچه هم اونجا باشه، چند تا کوه اووراست اونجا باشه که بالاش برف باشه، البرز هم باشه اونجا، زیبایی طبیعت باشه، نمیدونم ساحل دریا باشه که اونجا بریم هم کیف کنیم، هم عبادت کنیم، هم حجمون رو نه خیر، خدا من این کارو نکرد. هر خانه که برای خودش انتخاب کرد این رمزو کجا گذاشت؟ وادین غیر ذی زرع، در یک سرزمین خشک بی آب و علف، در یک صحرای برهوت. که چرا؟ تا منی که میرم خانه خدا فقط و فقط برای لذت عبادت برم، دیگه هیچ لذتی اونجا، لذت‌های حسی مد نظر من نباشه. برای نمیدونم گردشگری نرم، برای خوشگذرانی نرم، اونجا سختی باشه، گرمی باشه، اون جمعیت بزرگ جمع باشه، نفس کشیدن سخت باشه. اینه که دیگه اونجا همه چیز متفرقا لله بشم، فقط و فقط برای خدا. ببین حاجی که میره فقط برای خدا میره، همه چیزشو میندازه دور. خب خداوند متعال اولین نعمتی که به حاجیان ارزانی میکنه اینه که دلشون رو پاک میکنه، از همه هم و غمشون راحت میشن. حاجی ها رو ببینید چقدر راحتن، این خیالشون نیست تو دنیا چی میگذره چی شد. همین حاجیه ها قبل از اینکه بیاد تو شهر خودش اوف 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 چه مشکلاتی داشت. 5 تا خونه گرو گذاشته بود، نمیدونم به ازدواج بچه هاش بود، مسئله یه نمیدونم نزول خورا که مالشو خورده بودن بود، یک عالمه مشکلات و سختی و نه خواب داشت نه آرامش داد، همیشه ذهنش مشغوله. اینجا اومد فقط برای خدا اومد، نه گردشگری نه خوشگذرانی نه هیچی. در این گرمی تو این جمعیت اینا خودش رو بخشید به خدا. خداوند هم چون که این خالصتا لله اومد، خودش رو کاملا برای خداوند بخشید، خداوند اولین نعمتش رو برش نازل کرد که احساس امنیت میکنه، احساس آرامش میکنه، دیگه اون هم و غم نداره. هم و غمش اینجا چی هست؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. ما رتبه هامون، شخصیتمون خیلی وقتا با لباسمون بروز میکنه و کسی که میاد با یه لباس شیک و اینا، خب مردم ازش استقبال میکنن، به هر حال این نشان دهنده جایگاه اجتماعیش فلان هست. اینجا اومدیم این کفن رو پوشیدیم که ای مؤمن تو به سوی ما میایی، ای مؤمن تو به سوی حشر میری، ای مؤمن تو رو حشری هست که در اونجا محاسبه میشیم. این مفاهیم ما رو آورد به حج. ما اینجا اومدیم که چیکار کنیم؟ الان ما چیکار میکنیم؟ ما میاییم که این مفاهیم حج رو یاد بگیریم تا از حجمون لذت ببریم، تا از تماشای حاجیان لذت ببریم، تا بدونیم که شیوه زندگیمون رو چطور برنامه ریزی کنیم بر مبنای درسهایی که از مدرسه حج میگیریم، حالا چه ما به حج بریم یا نریم. وقتی میگیم طواف، طواف یعنی چی؟ طواف یعنی ابراز محبت، یعنی ابراز عشق و علاقه، یعنی لذت بردن. پروانه وقتی دور شمع میچرخه ما ازش تعبیر به عشق و عاشقی میکنیم. طرف رفت خونه فلانی، از دخترش خوشش اومد، میگن که فلانی دور و بر خونه فلانی میچرخه ها، هی به اصطلاح طواف دور محبوب میکنه. طواف یعنی چی؟ یعنی من محب دور محبوبم میچرخم، یعنی عشق است، یعنی اینجا مناجات هست، لذت بردن از رابطه با خداست، نزدیک شدن به خداست. این
اهداف رو ما میخوایم در این برنامه ها بروز بدیم تا افراد بفهمن که فلسفه حج و درس‌های حج چی هست. خیلی عجیب هست وقتی مثلا بشنوی آقا رفتن در عرفات چی کار میکنن؟ نوحه سرانی میکنن، داد و فریاد میکنن، با هم مشغول بازی هستن، تلفنشو گرفته چت میکنه. این دیگه از اینجا و اونجا میگه، از اقتصاد میگه، از سیاست میگه، از غیبت این و اون، شغالیه این و اون، حرف این و اون. این دیگه میگه چی کاره؟ این واقعا حج رو فهمیده؟ این میدونه چی کار میره؟ یا طرف میره رمی میکنه، میزنه شیطونو، اعلام میکنه که من با دشمنم، بعد از اون که برگشت دروغشو هم میگه، بد و بیرایشو هم میکنه. همون فرد هست. حالا اگر اینطور شد شما رو با خدا کی رو سنگ زده؟ اینه که شیطان رو سنگ زده، این شیطان رو رجمش کرده، رمی جمرات داشته، یا شیطان گرفته همون سنگه رو تو سر این زده. اینه که ما باید درک کنیم که وقتی میاییم به حج، وقتی میرسیم در مقابل حجرالاسود میگیم بسم الله الله اکبر. بعضیا دعای بیشتر از این هم میگن اللهم ایمانا بک، بار الها ایمان دارم به تو، و تصدیقا به کتابک، و اقرار میکنم به کتابت، و اتباعا لسنت نبیک، و پیرو دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستم، و عهدا علی طاعتک، و عهد و پیمان میبندم بر طاعت تو. برخی میگن که آقا حجرالاسود دست راست خداست که من دارم باش بیعت میکنم. این مفاهیم یه مفاهیمی هست که باید در ذهن ما باشه که من اومدم اینجا برای تجدید بیعت، من اومدم اینجا تا به خدام بگم که من این مسیر رو انتخاب کردم، من دشمنم رو شناختم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بار اله شما که فرمودید که شیطان دشمن ماست و من اون رو دشمن بگیرم، چشم، من دشمن گرفتم و میدونم که اون حزبش رو میگیره میبره به جهنم، من از گروه اون نیستم. ما باید بدونیم که چرا میریم حج. این فلسفه عبادات خیلی مهم است که دونسته بشه. شیوه ادای عبادت خوبه، باید هم دونسته بشه، بدون اون شیوه اصلا عبادت اجرا نمیشه. حالا که من دونستم که نماز چطور بخونم، بدونم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز منو از فحشا و منکرم باید باز بداره. نماز یک مدرسه صیقل دهنده است، نماز یک کنترل هست، نماز یک مهار هست. وقتی میدم زکات و صدقه بدونم که این تزکیه منو میکنه، منو میسازه. وقتی روزه میگیرم بدونم که این روزه لعلکم تتقونی داره که باعث میشه که من تقوا پیشه کنم، من انسان درست بشم. حالا حج چه فلسفه ای داره؟ ببینید، اگر بس شما بگیم که آقا خلقت این آسمان ها و زمین هدف ازش چی بود؟ خلقت آسمان ها و زمین قرآن میفرمایند که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خدایی که 7 آسمون رو خلق کرد و از زمین هایی مثل همون 7 آسمون خلق کرد. یتنزل الامر بینهن، دستورات الهی و فرمان های الهی و دستورات عمل ها نازل میشه. چی؟ لتعلموا ان الله على كل شیء قدیر. همه اینها هدف از خلقت آسمان ها و زمین و کون و مکان اینه که شما بدونید ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، و خداوند از هر چیز آگاه است. هدف از خلقت دانستن این مسائل هست. هدف از خلقت دانستن اینی که خداوند از همه چیز خبر داره. اگه من دونستم خداوند از همه چیز من خبر داره، دیگه چه غم دارم، مشکلاتم حل شد. همه چیز رو خداوند میدونه. حالا وقتی میایم به حج نگاه میکنیم میبینیم که خداوند متعال میفرماید جعل الله الکعبة البیت الحرام، خداوند کعبه بیت الحرام رو قرار داد قیاما للناس، که اینجا مردم بیان که چیکار کنند، و شهر الحرام و الهدی و القلائد. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض،
تا بدونید که خداوند میدونه هر چی تو آسمون ها و زمین هست و ان الله بكل شیء علیم و خداوند از همه چیز آگاه هست و اعلموا ان الله شدید العقاب بدونید که اخذ الهی بازخواست الهی بسیار سخته و ان الله غفور و ان الله غفور رحیم و این که خداوند غفور است رحمان است رحیم است بخشاینده است مهربانه خداوند از توی بنده در میگذره اینو هم بدون بازخواست خدا رو هم بدون مهمتر از این که فلسفه حجت اومدن به حجت اینه که بدونی ذلك لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض که خداوند میدونه هر چی تو آسمون ها و زمین میگذره. اگر من بعد از حجم دونستم که خداوند از همه چی آگاهه من حج کردم. اگر من بعد از حج دونستم که خداوندی که از همه چی آگاهه منو بخشیده من حج کردم. از عرفات مطمئن شدم که من بخشیده شدم من حج کردم. اگر دونستم که خداوند بر همه کارهای من آگاهه دیگه تو زندگیم هیچ غمی ندارم. آخه خداوند همه چیزو میدونه. نداء الحق صوت قد شجا